الحمید. لولا کتاب من الله، اگر نمی بود نوشته تقدیری ازلی از جانب الله متعال سبقه پیش تیر شده، در تقدیری پیش تیر شده بود که اینی قسم حالت می آید و مال غنیمت برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم حلال میشه. لمسکم فیما اخذتم، می رسید برای شما در اون مالی که شما گرفتید فدیه. چی براتون می رسید؟ عذاب عظیم، لیک عذاب خیلی بزرگ. لیکن فساد واقع نشد. فساد واقع نشد، مشوره درست برآمد. راستیام امی مردم در بینشان چی شد؟ مسلمان هم شد. در جملهش عباس رضی الله کاکای پیغمبر اسلام هم بود و هم بود و مشوره ابوبکر بالکل درست برآمد. در ازل الله نوشته کرده بود، از او خاطر عذاب الله روان نکرد. فکلوا بخوریم مما غنمتم. صحابه خیلی مردم بود که ماجرا آیت آمد که تريدون عرض الدنیا. آل صحابه گریز میکرد که نه نه نه، من فدیه را کار ندارم، فدیه را کار ندارم. ماوری نبود که جنگ کنه که دم کم دادی دو زیاد دادی. اینطوری گپا نبود. صحابه که اوه الله بر ما میگه تريدون عرض الدنیا، خلاص گریز بود که من این مال دیگه کار ندارم. الله برش میگه آلی شد، آلی تر خوردن بکنی قند واره. فکلوا بخوره مما، از آن چیزی که غنمتم به غنیمت گرفته. چرا؟ خودتان گرفته، محنت کشیده. حلالا حلال خواست، طیبا بدون کدام خدشه، هیچ. چرا که الله در ازل امیتر تجویز کرده بود که این مال برای از یا باشه. الله قانون گذاشته بود در تقدیر. از او خاطر تقدیری تو گفته بود که عذابم روان نمی کنم، فیصلم درست میبره، مالم برش حلال است. خلیکن با وصفی که مال برش الله اجازه میده، یک نکته را برش میگه، واتقوا الله، از الله بترسی. این چی معنی؟ این تقوا کدام تقواست؟ واتقوا الله، در آینده بسیار از احتیاط و باریک بینی کار بگیره. هیچ وقت نظری سطحی و سرسری نباشه. قضیه را خوب عمیق فکر بکنه. آن چیزی که در او مصلحت دین است او را همیشه ترجیح بده. مصلحت مادی را قطعا در نظر نگیره، مصلحت دین در نظر بگیره. اینی واتقوا الله است. ان الله، یقینا الله متعال غفور مهربان ذات است، مثل شما و مردم که پشیمان شده سر فیصله خود. هر کس که توبه بکش از یک گناه الله بخشش میکنه. رحیم رحم کننده است، شما را به می گرفتن مؤاخذه نکرد بلکه براتان حلال کرد. این کاری الله متعال است. یا ایها النبی، پیغمبر علیه السلام، قل بگو لمن فی ایدیکم، برای کسانی که در دست شما قرار داره، من الاسرا، اسیرا، یعلم الله، اگر معلوم کنه الله متعال فی قلوبکم، در قلبای شما، خیرا، ایمان و اخلاص، آینده شما مؤمن میشه. الله خو معلوم کرده. اگر عملا الله مشاهده کرد، عملا شما راستیام ایمان آورده، به الله خو معلوم است. یؤتیکم خیرا، میدهد بری شما، خیرا بهتر مما از مالی که او خیزه گرفته شده منکم از شما در دنیا. در آخرت از او که در بدل خوب میده یا در دنیا میده. و یغفر لکم، هیچ دیگه چیز کی نده، بخشش کی گناه ها و جنایاتتان بکنه کم است. خیر است که مال داده به طریق فدیه. والله غفور رحیم، الله بسیار مهربان است. چرا؟ به خاطری که جنایات سابقیتان بخشش کرد. رحیم رحم کننده است که شما را در ایمان داخل کرد، ایمان آورده. فیصله خوش شد که از یا فدیه گرفته شود. دیگه کلگی فدیه می داد. عباس رضی الله عنه آمد پیغمبر علیه السلام میگه بیادرزاده خدا که از ما فدیه نگی. گفت چرا؟ گفت ما فدیه ندارم. یکی دومیسته که ما پیش مسلمان شدیم، خب به زور برا آوردن. حالی شریعت چی میکنه؟ ظاهر سعی میکنه. چی رسه میکنه؟ اگر امیج عباس رضی الله عنه را معاف میکرد، مردم میگفت سعی که اقربا پروری را، خودگیداری را از عباس فدیه نمیگیره. پیغمبر علیه السلام برش گفت کاکا جان، فدیه خودت خواست است از دو بیادرزاده تام. یکی بچه چیسته؟ طالب و دیگه هم از حارس. از بچه حارس و بچه طالب، یکی شاقیل بود دیگه نام داشت. یار هم میگه فدیه شب بده. یه گفت که من خو مال ندارم، چیزی که بود اینجا آورده منه که شما غنیمت کرده. گفت وای دمو فرصتی که در ام الفضل دمو تاریکی یک دانه چانتر انداختی از پیسه را، او کجا شد؟ گفتی ای بیادرزاده ایره در زمانی که من میبرامدم شو بود، هیچ کسام نبود، چانتر فقط من و زنم خبر داریم که برش دادم. بری تو کی خبر داد؟
گفت مرا الله وقت خبر داده. بعد از او عباس رضی الله عنه از این پیشم که در قلبش یک کم کم گپا تا بالا میشد، مکملو گپا چی شد؟ از بین رفت. اما اظهار ایمان اینجا بنابر مصلحت نکرد. چرا؟ بسیار امانت های مردم که پیغمبر علیه السلام هم میرفت پیش از این مانده بود و از مردم هم پیش از این بود. عباس رضی الله عنه مجبور بود که پس بره امانت های مردم را تسلیم کنه، بعد از او اجرت بکنه. لیکن قبل از اینکه عباس رضی الله عنه اجرت کنه، اقدام اجرت کرده بود، امانت ها را کلش تسلیم کرده بود. پیغمبر علیه السلام برای شوال روان کرد که نبیا، عمله صورت میگیره، ضرورت به اجرت تو نیست. همون بود که وقتی که اونجا رسید، عباس رضی الله عنه پیش از پیش اسلام آورده بود، یعنی قبلا مسلمان بوده، تنها پیغمبر علیه السلام اجازه هجرت نداده بود. الله متعال به این خاطر میگه که اسیرا اگر امروز به طریق فدیه مال شما گرفته میشه، دل چی نکنه، رنج نده که چرا از ما مال گرفته میشه. اگر الله در شما خیر معلوم کرد، اخلاص و عقیده و ایمان، از این کده زیاد براتان بهتر میده. عباس رضی الله عنه میفرماید که الله برای ما امی وعده را پوره کرد. گفت 20 غلام ما در 20 طرف چی میکنه؟ تجارت میکنه و هر غلام برابر امی پولی که من چی کرده بودم؟ فدیه داده بودم. هر غلام سر امی قدر پول تجارت کرده رویست. الله برش چیز از این کده خیر برای ما داد. معلوم شد عجیب خویست که همین مردم ها توسط زولانه در اسلام داخل میشه، اما الله متعال این قدر وعده چی را بگه چربم برش داده رویست. چی الله هست؟ این مردم ها توسط زولانه آورده میشه، اما وعده ها میده. اگر ما و شما بر رضا و رغبت اطاعت الله را بکنیم، الله خیر بر ما نمیده؟ بالکل میده. تو رای حلال در پیش بگی ان شاء الله، اتر حلال رزق الله برات نصیب بکنه که پرسان نکو. لیکن تو از ابتدا تا انتها را رزق حرام داخل هستی، باز میگی که رزق حلال پیدا نمیشه. خود رفته رویستی، رزق حرام کمایی کرده رویستی. و ای یرید خیانتک فقط خان الله، اگر یا اراده داره خیانتی تو را پیغمبر علیه السلام، امی اسیرا اگر در قلبشان خیانت باشه، مؤمنی واقعی به صدق دل نشده باشه، فرض کو همینطور دیگه هیچ غم نکو. چرا؟ به خاطری که مثلی که آلی در دست تو قرار داد، تو را سرش کامیاب کرد، بندی و اسیر در دست تو شد، باز همینطور میکنه. فقد خان الله من قبل، یا خیانت امرای الله کرده بودن پیش ازی. چرا؟ دعوت دین نپذیرفتن، توحید الله را نپذیرفته بودن. فامکن منهم، پس الله قدرت داد تو را بالای از یا در دسترسی تو قرار داد، در چنگ تو هم آورد شانه. اگر باز خیانت میکنه دیگه زول امام زلی تراوی و نوی امام میکنه تراوی کنه باز. والله علیم، الله میدانه تمامی رازهای از یاره، نیتا و ارادای شومی از یاره. حکیم، حکمت والاست، یعنی همی که بری تو امر میکنه که یاره آزاد کو، دمی هم حکمت است. الله یاره باز امتحان میکنه که یا بعد از آزادی چی میکنه. ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آورده، و هاجروا هجرت کردن، و جاهدوا جهاد کردن، به اموالهم، به امرای مالای خود، و انفسهم، به امرای نفسای خود، یعنی مال و نفس در راه الله قربان کردن، فی سبیل الله، در راه الله متعال. یک طایفه شد که مهاجرین است. والذین آووا، کسانی که جای دادن و نصروا امداد کردن امرای آمدگی مهاجرین در دین الله متعال. اولئک هم اردو طایفه، اردو جماعت که صفتای مشخص دارن. بعضهم اولیاء بعض، بعضی از یا اولیای بعض، دوستای بعضی دیگر یعنی است. این جماعت از اولیاء وارثین است. بعضی از یا وارثین بعضی دیگر است. قبل از اینکه آیت میراث بیاد، الله متعال در بین مهاجری و انصاری مواخات برقرار کرد. سه کار پیغمبر علیه السلام در اولویت کاری خود بعد از مدینه قرار داد. اول کارش جور کردن مسجد بود، مرکز اسلامی. دوم کارش صلح با امرای کی بود؟ یهود، که از دشمن داخلی بالکل مطمئن باشه، بی خوف باشه. سوم کارشی بود در بین مهاجری و انصاری مواخات برقرار کرد. یک مهاجری برادر دیگه انصاری بود. این برادری بود که در یک خانه زندگی میکرد، یکی از دیگه میراث میبردن با این سیستم. پس اینجا همین رابطه و تعلقه به اعتبار دین بود. این برادری نسبی نبود، برادری به اعتبار عقیده و فکر، و این سبب میراث هم بود. پس آن که مسلمان زیاد شدن، کثرت مسلمان زیاد شد و ساحه وسیع در زیر تسلط مسلمان آمد، حال دیگه به این اعتبار میراث تقسیم شدنش ناممکن بود. از این خاطر الله متعال آیاتای میراث روان کرد
و معیار میراث فقط مسئله قرابت و رشته قرار داد. هر قدر که قربت نزدیک باشه امو باید میراث بگیره. در غیر از او کل مسلمان ها شده میتونه با هم رشته باشه، اولاد آدم علیه السلام است. اگر نیست در ایمان و عقیده خو یکی هستن، آلی تقسیمات میراث یک شخص به کلگی این غیر ممکن است. از او خاطر الله متعال آیات های میراث باز روان کرد، میراث به مبنای رشته و قوم شد. تا او وقت اینمین نصرت یا مواخات برادری در اونجا موجود بوده. والذین آمنوا ولم یهاجروا، کسانی که ایمان آورده در مکه لیکن هجرت نکرده، الله می فرماید ما لکم من ولایتهم، نیست از برای شما از میراثایشان من شیء چیزی، شما از وا میراث نمیگیری واس شما تا چه وقت؟ حتی یهاجروا، تا که وا مهاجرت بکنه. شرط قبول شدن ایمان هم در او زمان هجرت بود. تا که کسی عذر نمی داشت که زن می بود، ریش سفید می بود یا طفل می بود که را نمی دانست، دیگه کلگی که قدرت به هجرت داشت باید هجرت بکنه، ایمان قبول نمی شد. و این استنصروکم فی الدین، اگر همون طایفه ضعیف که در مکه ایمان آورده تالی را هجرت نکرده از شما امداد طلب میکنه در مقابله کفار در مورد دین خود، فعلیکم، بر دست شما لازم است النصر، امداد کردنشان، بالکل قطع از وا کمک بکنه. چرا؟ مسلمان خواسته، خب بنابر بعضی اعذار نتونسته که هجرت بکنه. بله میراث برده نمیتونه به خاطر که جدایی دار است، دار یعنی اردو جای با هم جداست، اما نصرت میتونه. الا علی قوم، مگر در یک صورت شما نصرت از واره نمیکنه، کمک واره نمیکنه. چرا؟ که در مقابل قوم شما را دعوت میده که جنگ کنه، بینکم، که در بین شما و بینهم، در بین همو قوم میثاق عهد صلح است، پیمان صلح است. اگر همی مسلمانایی که در مکه است شما را دعوت به جنگ کردن به همراه یک قومی میکنه که او قوم قطعی شما صلح داره، اینجا نصرت این مردم شما نکنی. چرا؟ به خاطر که رعایت صلح شود. شما قطعی قوم که وا جنگ داره، قطعی قوم شما صلح داره، شما طرفداری امی مسلمانا را ولو که مسلمان است نمیکنی. از اینجا برای شما معلوم میشه که اسلام چقدر دین متین و محکم است. هر قرارداد و سخن اسلام دیوالی چی است؟ 100 متر است که قطعا چپه نمیشه. حالی اوجا خو مسلمان قطعش جنگ داره، لیکن تو قطعی امی قومی کافر صلح داری، تو صلح تمیده نمیکن، پابند اینمی تعهدات است. ایره مردم میگه در اسلام همه تعهدات و پیمان اینمی رقم است. اگه پیمان اجاره است، اگه پیمان شرکت است، اگه پیمان بیع و شراء است، اگه پیمان نکاح است، اگه پیمان داخله و عدم داخلی مکتب و مدرسه است، کلش پیمان است. اینمی رقم رعایت میشه و پابند میباشی. اگر ایره تو لحاظ نمیکنی این غدر است و غدر چیست؟ گناه کبیر است. اما مردمی بیچاره ما هیچ دیگه پا نیست، حتی خدا امو گناهگار هم نمیشماره، خدا بری خود جواز قائل است. ملا صاحب امامت گرفته در یک وقت حاضر است، در 4 وقت دیگه گم از پشت مادیات دنیای خود. هیچ فکر نمیکنه که من امام هستم، قرارداد کردیم، تعهد کردیم قطعی مردم که نمازای تا نمیدم، اولادای تا شما را درس میگم. نه، او گپ نیست، او چی نیست. نه عمل و وظیفه را انجام نمیده، معاش میگیره. عمل وظیفه را انجام نمیده اما معاش گرفته رایسته. عجیب علماست. مردم که یارا میبینه باز میگه که او عجیب است، والا این عالمی طور بکنه. خیر من چی؟ من خیلی گامی آدم هستم، مرا خو بیخی الله میبخشه. همونطور میگه. والله بما تعملون بصیر، الله به همه عمل کردای شما بیناست، میبینه. پس در احکام اگر مطابق دین، مطابق اجازه شریعت عمل کرده، الله نصرت میکنه. کلگی شما زیری چیست؟ مراقبت الله متعال قرار داره. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کسانی که کافر هستند و دوستای بعضی هستند، یعنی در میراث هم یکی از دیگه خود میبره و لایق هستند که یکی با دیگه دوستی بکنه. چرا؟ فکرشان یکی است، عقیدهشان یکی است، نفع و نقصانشان یکی است. مسلمانات در بین خود اینمی قسم باشه، بعضیش اولیای بعض باشه. الا تفعلوه، اگر شما این فرامین الله را در نظر نگرفته، رابطه و دوستی را به مبنای نسب و قوم و ملت و خیل برقرار کرده، کافر است لیکن بچه کاکایت است، بچه مامایت است، باز هم قطعش دشمنی نکردی. الله می فرماید الا تفعلوه، اگر شما این کار نکرده، چی مانا؟ دستورات الله را نادیده گرفته، چیزی را که الله دستور داده بود او را عملی نکرده، باز هم قطعی کفار رشته بافته که تا قایم نگاه کرده.
الله میگه تکن فتنه فی الارض، یقینا می باشه ای فتنه در روی زمین. چرا؟ به خاطر که فساد است، دوستی با کفار است. رفت آمدی تو که امرای کافر باشه، کافر امرای تو باشه، رازای تا کشف کرده میره یک روز یک دم حمله سرت میکنه. همونطور نکرد. همیشه دوستای کفار نبود. عملات کفار که هر جای موشک میخورد از کجا نقشه داده شده بود؟ از اونجا معلوم کرده بودی، از اینجا داده شده بود، از اینجا داده شده بود. تکن فتنه فی الارض، فساد در روی زمین میایه، فتنه میشه. سبب چیسته؟ جار و جنجال مسلمان ها میشه. مسلمان ها ایران میمانه دو دله میشه که آلی کافر باشه یا مسلمان باشه. چی کنیم قطعش؟ رفت آمدی تو قطعی از او سبب یزی میشه کیام شاید مسلمان باشه. و فساد کبیر، فساد خیلی زیاد میشه. چرا؟ به خاطری که مسلمان ها را ضعیف میکنی، نیروی مسلمان ها را ضعیف میسازی. چرا؟ شما خود رفت آمد قطعی کفار داره. والذین آمنوا و هاجروا، کسانی که ایمان آورده اولا بعد از او هجرت کرده و جاهدوا، جهاد کردن فی سبیل الله، در راه الله متعال. والذین آووا، کسانی که جای داده و نصروا، امداد کردن دین الله را، مهاجرین، اولئک هم المؤمنون حقا، امی اردو جماعت، کسانی که هجرت کردن امرای جهاد، کسانی که جای دادن نصرت دین الله را کردن، اردو طایفه قرآن شاهدی میده. اولئک، اینمی مردم هم المؤمنون، امیا مؤمناست حقا، مؤمنای واقعی، حق ایمان مکمل اینمی مردم ادا کرده، یا مؤمنای واقعی و حقیقی است. چرا؟ به خاطری که حق ایمان است که انسان در اول درجه سبقت بکنه، اول تسلیم نظام الله باشه، قبول بکنه، اینی را حق ایمان میگه. و یا اول همیطور کرده، اول ایمان آوردن، اول نصرت دین کردن، قرآن شاهدی میده. این سخن کیسی شاهدی کیست؟ مهاجرین و انصار الله متعال میگه که مؤمن واقعی است. پس لعنتی الله سری و طایفه نمیشه که اینطور مهاجرین و انصار مرتدین بگوین که پنج صحابی مرتد نشده، دیگه کل صحابه مرتد شده. دخترای خدا برش پیش کده رو ایستن. ملا صاحب دانی خدا کاچی در تلویزیون نکاح چطور است؟ هیچ پروا نداره، دو دل مسلمان است، دو دای خورک. تو یک دفعه پیش شو قرآن بخون که وا قرآن قبول داره یا نه. قرآن خو اعلان میکنه اولئک، اینمی مردم ها، مهاجرین و انصار، هم المؤمنون، به حدات حصر است، اینم یا مؤمن است. چی رقم مؤمن ها؟ حقا، واقعی، حقیقی مؤمن اینمی است. قرآن شاهدی میده کیا مؤمن است. پس کسی که مؤمن کافر بگه یا چیست؟ حدیث پیغمبر علیه السلام است، یا صحابه را کلش مرتد میگه. لهم مغفرت، برای تر مردم ها بخشش است، و رزق کریم، گناه ها، تمامی نقصانات، خطایایی که از الله برشان بخشش میکنه. چرا؟ خدا قربان دین کرده، تمامی خواسته های خدا، اگر چی بعضی نواقص باشه الله مغفرت میکنه. و رزق کریم، رزق خیلی معزز، عزتمند رزق در آخرت برشان است، در جنت. والذین آمنوا من بعد، کسانی که ایمان آورده پسان و هاجروا، هجرت کردن و جاهدوا، جهاد کردن، معکم، به همراهی شما، فاولئک منکم، اینجا تو نگه که و جاهدوا معکم، جهاد همراه شما کرده، در مقابل شما نیست، به همراهی شما کرده. فاولئک منکم، اینمی مردم هم از جمله شما هستند، یعنی اگرچه در فضیلت برابر شما نیست، لیکن در زمره و جماعت و دل شما قرار داره. مومن گفته میشه، مومن هستند، مومن واقعی هستند. و اولو الارحام، صاحبان رشته، بعضهم بعضی از یا اولا ببعض، خیلی نزدیک هستند، لایق هستند به بعضی دیگرها که از پیششان میراث بگیره. چرا که رشتهشان خیلی قریب است. بیادر از چیست؟ اولاد از بیادر کده پیش است، بیادر از بچای کاکا کده پیش است. اینی طور یکی با دیگه. فی کتاب الله، ده حکم الله، ده حکم شرعی الله که نوشته کرده در لوح محفوظ. ان الله، یقینا الله متعال، بكل شیء علیم، به تمامی چیزا علم داره. پس میراث که به کدام معیار الله حکم کرده که تقسیم شود، او میدانه اصل حقیقت. از او خاطر میراث به بی مبنا امری تقسیمش کرده که بنا بر رشته و چی باشه؟ قرابت، نه به اعتبار مؤمن بودن و مطلقی بنی آدم بودن. چرا این باز غیر ممکن است، سبب سختی و تکلیف برای مسلمان ها میشه. از او خاطر مسئله میراث الله معیار شفقت قرابت قرار داد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.